پس از آمدنش فهمیدیم که پدر ما در شهر امارات دبی متحده عرب با نام شخص محمد اقبال صدرالدین شناخته شده است و از مبلغ هایی که برای تجارت برده جمع کرده بوده است. که محمد اقبال صدرالدین با راه استفاده از مثال ها آیات قرآن و سخنان بزرگان با باوری شهروندان تاجیکستان از جمله پدر من در آمده مبلغ ها را گرفته در کدام بیرژه جهانی گذاشته است. پس از مدت که پدر من برگشت آمد دیگه یگام چی نبود، ما هم داراییمون رو دادیم. تا حال یگام مبلغی را نگرفتیم و یگام جوابی را نگرفتیم. از این جهات به مقامات تاجیکستان مراجعت کردیم به پروکراتور و کارگزار داخلی.